باز چرا اینقدر دیر کردی؟ یه خبر خیلی خفن دارم برات. میشنوم. خب تا قهوه برم نگیری که نمیگم. بله چشم. اون فامیلمون بود که کارگردان خیلی خفن و معروفیه. بالاخره زنگ زدن گفتم برای یه فیلم خیلی خفن الهه رو بیاریم. باورت میشه منو میخواد ببره تو فیلمشون به عنوان نقش اصلی. میدونی خوشم نمیاد پاتو بذاری تو این کثافت کاریا. عزیزم چی داری میگی؟ فامیلمونه اصلا مراقب منه. تو میدونی من چقدر دوست دارم بازیگری. میدونی بری باید قید رابطمونو بزنی؟ تو مگه چیزی بجز پیشرفت و خوشحالی منو میخوای؟ خب چه فرصتی بهتر از این؟ گفتم نه. از لحظه اولی که این خبر رو بهم دادن من بدو میخواستم به تو برسم تا به تو بگم تو هم قد من خوشحال شی. نمیدونستم راحت تو ناراحت شی. برای خودم متاسفم. خدافظ. وایسا ببینم. الهه این یارو کیه؟ چی میخواد در خونه ما؟